نام خالق زندگی و نور. سلام، امیر هستم از آکادمی بیست آنلاین. امیدوارم که پر انرژی باشید. ما قصد داریم هر قسمت به سرفصل جدیدی تحلیل تکنیکال مقدماتی پرداخت کنیم و بعد از اتمام تحلیل تکنیکال مقدماتی بریم سراغ پرایس اکشن و سبک معروف اسمارت مانی پرو. خیلی خوشحال میشیم که همین الان کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا هر زمان که قسمت جدید آموزش آپلود شد یوتیوب شما رو مطلع بکنه. خب دوستان عزیز، امروز قراره که در مورد شناسایی روندها و انواع اونها به صورت کامل صحبت بکنیم با هم دیگه و به اصطلاح بتونیم تمامی این روندها رو شناسایی بکنیم. مبحث دوم ما در مورد الگوهای کلاسیک قیمتی هست که در موردشون قراره صحبت بکنیم و چند نمونه در خدمت شما باشیم و اینکه در مرحله آخر در مورد شکست سطوح و در مورد پولبک با همدیگه صحبت خواهیم کرد. دوستان، تمامی این مباحث جنبه مقدماتی دارند و بیشتر موضوعاتی که در آموزش مقدماتی ما مطرح است در واقع الفبای آموزش ترید خواهد بود. دوستان عزیز، نکات خیلی تکمیلی در آخر برای شما عرض خواهم کرد که باعث به اصطلاح بهبود معاملات عزیزان باشه. خب بریم سراغ کار. دوستان، اول کار یک تعریف تئوری از بحث روند داشته باشیم. ما میگیم که در تحلیل تکنیکال روند به جهت کلی حرکت قیمت ها در یک بازه زمانی مشخص اشاره داره. روندها به 3 دسته تقسیم میشن دوستان عزیز: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی یا رنج. به اصطلاح حالا یکی یکی در موردشون میخوایم با مثال بریم جلو و من بهتون توضیح بدم. خب دوستان، روند صعودی ما مجموعی از کف‌ها و سقف‌های بالاتر که نشان دهنده افزایش قیمته. در این حالت هر کف جدیدی بالاتر از کف قبلی و هر سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی خودش دیده میشه. دوستان ببینید، به اصطلاح اگه تماشا بکنید این یک روند صعودی به حساب میاد، چرا که کف‌های قیمتی ما بالاتر از کف قبلی خودشون هستند و همچنین سقف‌های قیمتی ما بالاتر از سقف‌های قبلی خودشون. درسته؟ پس ما به این میگیم یک روند صعودی. درسته دوستان؟ حالا در قسمت قبل در مورد شناسایی این روندها هم صحبت کردیم. گفتیم که کجا سقف و کجا کف به شمار میاد. ببینید، اگه بخوایم مثال بزنیم در اینجا دقیقاً به صورت کلی دارم رسم میکنم دوستان. میبینید اینجا روند ما روند صعودی بوده، چرا که کف دوم ما و سوم ما بالاتر از همدیگه زده شدن و به سمت بالا حرکت کردند. درسته دوستان؟ حالا اینجا یه اتفاقی افتاده. اینجا یک سقف پایین تر از این سقف زده شده، اما سقف بعدی دوباره بالاتر از سقف قبلی خودش دیده میشه دوستان. خب باید این دو هم کف ها هم سقف ها در روند صعودی یکسان باشن دوستان. بذارید یک مثال دیگری پیدا بکنیم. خب اینجا خوبه. ببینید دوستان، سقف سقف و سقف. درسته؟ همینجوری میتونیم بریم پایین. سقف ها
پشت سر هم به صورت نزولی هستند. تعریف روند نزولی ما میگیم مجموعی از سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر که نشان دهنده کاهش قیمت خواهند بود و در این حالت هر سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی و هر کف جدید پایین‌تر از کف قبلی خودش خواهد بود. ببینید دوستان، اینجا کف، درسته؟ کف بعدی، میبینید کف بعدی، پس هر کف پایین‌تر از کف قبلی خودش در یک روند نزولی هست. پس ما روند نزولی رو هم به این حالت میتونیم رسم بکنیم که بگیم که بله، سقف‌ها و کف‌ها پشت سر هم زده میشن و در یک روند نزولی به سمت پایین حرکت میکنن. میبینید دوستان، این هم کف‌های قیمتیه که پشت سر هم به سمت پایین حرکت میکنه. خب. و اما روند سوم ما که روند خنثی یا رنج بهش میگیم، که زمانی که قیمت‌ها در یک محدوده مشخص نوسان میکنند و جهت خاصی ندارند، یعنی به عبارت دیگه سقف‌ها و کف‌ها در سطوح تقریبا یکسان عمل میکنند و نه به سمت بالا و نه به سمت پایین حرکت میکنند. دوستان، اهمیت شناسایی روندها خیلی مهمه. تشخیص روند به اصطلاح برای معامله‌گران حیاتیه و بهشون کمک میکنه تا تصمیمات بهتری در خصوص ورود یا خروج از معاملات بگیرن. پس ما هیچ موقع به اصطلاح این بحث روند رو دست کم نباید بگیریم، چرا که معامله‌گرها در خلاف جهت هیچ موقع ترید نمی کنند دوستان. پس روند نه فقط برای ترید کردن برای ما مهمه، بلکه شناسایی روند برای اینکه ما در خلاف اون ترید نکنیم هم مهم خواهد بود برامون. ما میتونیم با جزئیات بیشتری تمرین کنیم، پیدا کنیم روندها رو. من الان در تایم فریم روزانه هستم دوستان، همونجوری که میبینید، ولی خب میتونیم جزئیات یک ساعته رو با هم دیگه ببینیم. میبینید دوستان، مثلا در اینجا اگه دقت بفرمایید میبینیم که بله، سقف‌های پشت سر هم رو به پایین زده شده و همچنین کف‌ها هم پشت سر هم رو به پایین زده شده. پس اینجا روند ما روند نزولی بوده دوست، درسته؟ پس تشخیص این روندها بر اساس سقف‌ها و کف‌ها خواهند بود. محدوده رنج اگه بخوایم پیدا کنیم، من میخوام استاپ بکنم تا بتونم برای شما محدوده رنج پیدا کنم و نشون بدم. خب دوستان عزیز، ببینید این محدوده رو در نظر بگیرید. اینجا نه سقفی بالاتر از سقف قبلی تشکیل شده و نه کفی بالاتر از کف قبلی و همچنین برعکس، نه سقفی پایین تر از سقف قبلی و نه کفی پایین تر از کف قبلی تشکیل شده. در نتیجه اینجا یک روند خنثی یا رنج هست که توصیه شدیدی دارم بهتون دوستان، به هیچ وجه در روندهای رنج و خنثی وارد معامله نشید و ما هرگز به اصطلاح این ریسک رو نمی کنیم. معامله‌گرهای بزرگ هیچ وقت در تایم رنج بازار معامله نمی کنند. ما منتظر میمونیم تا بازار روند خودش رو شناسایی بکنه، انجام بده و اینجا هست که میبینیم که بله، روند ما دقیقا در این نکته روند نزولی شده. میبینید دوستان، شکست کفی که اینجا وجود داشته و یا خارج شدن حتی از این نکته‌ای که اینجا هست نشون دهنده ایجاد روند جدید هست و این روند رو به پایین شکسته و روند نزولی شده. اگه بخوایم اینجا رو در نظر بگیریم، میتونیم ببینیم که اینجا سقف بوده و اینجا سقف جدیدی تشکیل شده و کف پایین تر از اون که مشخصا نشون دهنده روند نزولی ما هستش.
دوستان من در مورد الگوهای کلاسیک قیمتی میخوام بهتون بگم که شما میتونید با سرچ کردن این الگوها به اصطلاح با مدل و پترن های مختلفی آشنا بشید و من میخوام یک توضیحاتی در مورد این الگوها بهتون بدم. اما نکته‌ای که هست در اول کار بهتون میخوام بگم که الان امروزه در اوایل 2025 هستیم که به هیچ وجه هیچ توصیه‌ای هیچ کسی انجام نمیده که شما برید با این الگوهای به اصطلاح تحلیل کلاسیک ترید بکنید. پس ما فقط میخوایم در واقع به صورت تئوری اینا رو یاد بگیریم، نه اینکه بیایم با اینا ترید بکنیم، چرا که دیگه هر چیزی که در بازار شناسایی بشه و قدیمی تر بشه بازار دستش رو میخونه و دیگه پاسخگوی نیازهای ما نخواهد بود. دوستان ما الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال رو به دو دسته کلی تقسیم میکنیم. اگه دوست دارید میتونید یادداشت برداری بکنید این نکات رو و من توضیح میدم همه این به اصطلاح الگوها رو و شما با سرچ کردن میتونید همه این الگوها رو تصاویرش رو هم پیدا کنید و ملاحظه بفرمایید. الگوهای ما به دو دسته کلی تقسیم میشن. دسته اول الگوهای ادامه دهنده هستند دوستان. این الگوها نشون میدن که روند ما ادامه خواهد داشت، پس یک دوره‌ای تثبیت میکنه و ادامه میده، یعنی اینکه روند ما یک روند رنجی میزنه و بعدش شروع به ادامه روند قبلی خودش میکنه. خب این الگوها چه اسمهایی دارند؟ ببینین اولین الگوی مثلث ها هستش. الگوهایی که در آنها به اصطلاح خطوط روند همگرا میشن و نشون دهنده کاهش نوسانات قبل از ادامه روند هست. مثلث ها به سه نوع تقسیم میشن: متقارن، صعودی و نزولی. دوستان عزیز خب الگوی بعدی ما الگوی پرچم ها هستند. الگوهایی که پس از یک حرکت قوی به اصطلاح شکل میگیرن و نشون دهنده یک دوره کوتاه تثبیت قبل از ادامه روند هستند. پرچم ها معمولا به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم میشن دوستان. مدل های متفاوتی در بازار میتونیم پیدا بکنیم و به شما نشون بدیم. اگه وقت شد حتما در این کلیپ این کار رو انجام خواهم داد. الگوی بعدی ما الگوی مستطیل ها هستند. الگوهایی که در آنها قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت موازی نوسان میکنه و نشان دهنده یک دوره تثبیت قبل از ادامه روند هست. پس ما سه تا به اصطلاح بهتون سه نوع الگو معرفی کردیم که بهشون گفتیم الگوهای ادامه دهنده روند هستند دوستان عزیز. و اما نوع دوم الگوهای ما الگوهای بازگشتی نام دارن که این الگوها نشان دهنده تغییر جهت روند پس از یک دوره تثبیت هستند. پس دوباره یک رنج داریم و بعد از اون رنج این بار روند ما تغییر میکنه نسبت به روند قبلی رنج خودش. خب حالا الگوهای بازگشتی چه الگوهایی هستند دوستان عزیز؟ اولین الگوی سر و شانه هست که میگیم الگویی که نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی و شامل سه گله خواهد بود که گله میانی سر بالاتر از دو گله جانبی که به آنها به اصطلاح شونه میگن یا همون شانه ها، سر و شانه. خب اینجا هم در تصویر مشاهده میکنید دوستان که به اصطلاح سر و دوتا شانه. خب من این عکس رو اینجا باز کردم که فقط نشون بدم که هم عکساش وجود داره هم توی چارت هم میتونیم پیدا کنیم و بهتون نشون بدیم. اما میگم باز اینا زیاد نباید باهاشون ترید بکنید دوستان. من خدا رو شاکرم که تونستم تا امروز بعد از تقریبا 7 سال گذشت از به اصطلاح ورودم به مبحث ترید خیلی چیزا یاد بگیرم. پس
من خلاصه وار بهتون میگم که شما دیگه این راه 8 ساله رو دوباره استارت نزنید. من 5 سال نخستم رو میخوام در همین کلیپ های مقدماتی توضیح بدم که شما فقط با الفبای این موضوع آشنا بشید و بریم دنبال استراتژی که همیشه جواب بده و بتونیم باهاش سودهای خوبی رو بگیرید. خب الگوی بعدی که در مورد الگوهای بازگشتی هست الگوی دو گله و یا دو دره هست دوستان. الگوهایی که نشون میده تغییر روند اتفاق خواهد افتاد و شامل دو گله یا دو دره متوالی با ارتفاع یا عمق مشابه هستند دوستان هست. خب پس بهتون گفتیم که دو گله یا دو دره. اوکی، حالا بحث الگوها رو من میخوام ببینم که میتونم اگه برای شما چند تا مثالی یا چیزی پیدا بکنم که مشاهده بکنید. حالا چیزی پیدا میکنیم یا نه؟ بذارید من استوب کنم به اصطلاح ویدیو رو تا ویدیو ما زیاد نشه. خب دوستان همونجوری که مشاهده میکنید یه الگوی به اصطلاح دو سر و شانه پیدا کردم براتون. ببینید دوستان همونجوری که گفتیم در یک روند آخر یک روند صعودی دیده میشه، در واقع رفته بالا و از همینجا بعد زدن این الگو روند ما تغییر کرده و نزولی شد. خب چطوری این اتفاق افتاده؟ ببینید دوستان این الگو در واقع این حالتی هست که یک گردن این طرف و یک گردن این طرف ایجاد میکنه و سر، حالا اسمشو گذاشتن سر و گردن دیگه دوستان. پس دو تا گردن داره و یه دونه سر وسطش داره. هر موقع خط گردن ما در واقع اینجا شکست ما میگیم که روند ما تغییر کرده. ببینید دوستان خط روند دقیقا میگم هر موقع خط گردن ما شرمنده من اونقدری که در مورد اینجا خط گردن ما هست، هر موقع این خط گردن شکست روند نزولی میشه دوستان. نکته‌ای که هست اینه که ما یاد گرفتیم که اینجا در واقع این نکته اینجا دقیقاً جاییه که باید بشکنه، درسته؟ خب اینجا یا شکسته دوستان تو این نکته؟ میگیم نه. چرا که این کندل زیر این خط بسته نشده، اومده تا اینجا، درسته؟ پس باید دیگه الان دقیقاً اینجا بسته بشه. باز کندل بعدی نتونست اینجا بسته بشه، اومده پایین تر. پس ما میگیم که دقیقاً کندل باید اینجا پایین تر از این رفته بالا برگشته و دوباره اینجا پایین تر رفته، اما باز بسته نشد تا اومده رسیده به این نکته. اینجا کندل ما بسته شده دوستان. وقتی این کندل اینجا بسته شد و این الگو رو هم دیده بودیم، پس دیگه حتما قراره که روند تغییر کنه و نزولی بشه دوستان. حالا ما میتونستیم با شناسایی نواحی عرضه و تقاضا به این روند به اصطلاح وارد بشیم و ترید بکنیم. خب حالا من میخوام یه ترکیبی صحبت بکنم دیگه. ببخشید ببینید دوستان مثلا اینجا کجاست؟ یه گله، درسته؟ خب اومده چیکار کرده؟ اومده به اصطلاح نکته عرضه ما رو فعال کرده و به روند خودش ادامه داده. میبینید دوستان پس ما قرار نیست همینجا معامله کنیم باز کنیم، نه، نکته های دیگری بازار همیشه فرصت های دیگری به ما میده که ما میتونیم باشون ترید بکنیم. میبینید دوستان پس این ریزش رو داریم. اینجا هم فکر کنم همون الگوی پرچمه باشه. ببینیم آهان دقیقا ببینید اینجا هم یه بعد یک ریزش شدید، میبینید بعد یک ریزش شدید گفتیم الگوی پرچم رو یادتون بیارید، گفتیم که الگوهای پرچم از الگوهای ادامه دهنده روند هستن، الگوهایی که پس از یک حرکت قوی قیمتی شکل میگیرن و نشون دهنده اینه که یک دوره کوتاه تثبیت قبل از ادامه روند رو خواهیم داشت. ببینید اومده پایین، اینجا چیکار کرده؟ دقیقا این ناحیه داشته تثبیت میداد. خب و دوباره ریزشی شده تا پایین، درسته؟ پس اینجا چی شد؟
برای ما اینجا ناحیه بوده که روند ما تثبیت میکرد. روند ادامه داده شد. این هم یک روند پترن دیگه. حالا میتونیم پیدا کنیم اگه پرچم مدلی هم میبینید دوستان، دقیقا همونه. اینجا من اگه بخوام به اصطلاح از 1 ساعت برم 30 دقیقه، اگه بتونم پیدا کنم اونجا رو، ببینید دوستان توی 30 دقیقه دیگه کاملا مشخص. من اگه اون پاکش کنم شما میتونید راحت تر ببینید چه اتفاقی افتاده. ببینید دقیقا مثل تصویره، مثل این تصویر. خب ببینید اومده اینجا، ببینید و ریده. دقیقا یعنی اتفاقی که باید اینجا افتاد. به این شکل میگم پرچم دیگه. اینجا مثلا پرچم مانند ادامه دهنده روند این پرچم. اوکی شد الان. حالا بریم سراغ بحث بعدیمون در مورد شکست سطوح و پولبک، یا همون به اصطلاح بریک اوت صحبت بکنیم. شکست سطوح رو من بهتون توضیح دادم جلسه قبل، درسته؟ جایی که کندل بسته میشه فلان. حالا میخوام یه تئوری به اصطلاح دوباره بهتون توضیح بدم که در واقع اون مبحثی که در جلسه قبل بهتون توضیح دادم در واقع یک مبحثی بود که قراره باهاش ترید بکنیم، یعنی ازش خیلی استفاده قرار بکنیم در استراتژی اسمارت مانی پرویی که قراره بعد از اتمام این دوره مقدماتی شروع بکنیم بهتون توضیح خواهم داد. پس اونجا ما بهش به اصطلاح میرسیم و بازتر میکنم موضوع رو براتون. اما اینجا در مورد شکست سطوح صرفا میخوام در حد بحث مقدماتی صحبت بکنم و توضیح تئوری این که زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم ما عبور میکنه، به اصطلاح به این حرکت میگیم شکست سطح اتفاق افتاده. پس به صورت تئوری میخوام توضیح بدم. هر موقع که دیدیم به اصطلاح مثلا اینجا ناحیه‌ای بوده برای ما، ناحیه حمایتی بوده، قیمت وقتی این بالا بوده این ناحیه برای ما ناحیه حمایتی بود. هر موقع از این ناحیه قیمت ما عبور کرد پایین، به اصطلاح ما میگیم شکست سطح اتفاق افتاد. حالا شکست ها معمولا با افزایش حجم معاملات همراه میشن و نشون دهنده شروع یک روند جدید یا ادامه روند جاری هستش. دوستان ببینید مثلا اینجا روند ما هم نزولی بوده دیگه. ببینید سقف های پایین تر از هم، میبینید اینجا حتی از اینجا پایین تر سقف پایین. پس شکست سطح درست رخ داده، شکست سطح حمایتی ما رخ داده، اما یا میگیم این حالته که باعث ادامه دهنده روند ما هست که با این شکست ما میفهمیم که روند ما قرار ادامه پیدا کنه، یا اینکه به اصطلاح برعکس و باعث به اصطلاح صعودی شدن روند ما هستش. این مثلا اینجا شکسته شده، ببین اینجا روند نزولی بوده، خب اومده به اصطلاح این سطح مقاومتی ما رو شکسته و رو به بالا حرکت کرده. ما فهمیدیم که اینجا روند صعودی شده تو این قسمت. اوکی، پس این از این. موضوع بعدی که میخوام بهتون بگم در مورد پول بک هاست. دوستان پس از هر شکست در یک سطح قیمت، ببینید خیلی مهمه ها، قیمت ممکنه به سطح شکست شده بازگرد، پس ممکنه هم هست که بر نگرده. خب پس قیمت ممکنه به سطح شکست شده خودش برگرده تا اون رو به اصطلاح تست بکنه. خب ما به این میگیم پول بک، به این حرکت میگیم پول بک. پول بک ها معمولا فرصتی هستن برای ورود به معامله ها در جهت روند جدیدی که با ریسک کمتر فراهم شده برای ما. حالا خیلی ها میگن پول بک، بعضی ها میگن به اصطلاح بوسه ودا فلان. خب پس الان اینجا چه اتفاق افتاده؟ ببینید اینجا شکسته، درسته؟ اگه بخوایم اینجا دقیق بکشیم، اینجا ناحیه اصلی ما اینجاست. ببینید
تا اینجا چون شادوهای ما اومده و اینجا شکسته. خب اینجا شکست. وقتی اینجا شکست روند ما روند ریزشی بوده و خب حالا ادامه میده روند خودش رو. درسته؟ تا اینجا اومده. این که برگشته به سمت بالا، دقیقا این نکته. خب اینجا چیه؟ نکته پولبک این موضوعه. روند ما برگشته تا این ناحیه به اصطلاح حمایتی قبلیش که الان تبدیل شده به مقاومت رو تست کنه، میتونه بشکنه بره بالا یا نمیتونه، که معمولا دیگه این اتفاق نمیفته که قدرت داشته باشه برای شکستن رو به بالا، بلکه میاد تا اینجا و اینجا رو تست میکنه و همونجوری که مشاهده میکنید با سرعت خیلی زیادی اتفاقا میریزه. خب اینو میگیم دیگه، اینجا نکته ورود میتونه باشه برای ما دوستان. خب پس اینم از بحث پولبک یا همون وداع آخر. خب دوستان عزیز بریم چند تا نکته تکمیلی بهتون بگم همونجور که قول داده بودم. ببین دوستان، تایید شکست برای اطمینان از واقعی بودن شکسته. ما میتونیم به حجم معاملات و مدت زمانی که قیمت بالاتر یا پایینتر از سطح شکسته شده باقی میمونه توجه بکنیم. همونجور که میگم اینجا سریع ریزش کرده، پس ما اینجا یک محدوده به اصطلاح حمایتی خوبی داشتیم که تبدیل شده به ناحیه مقاومتی خیلی خوب. خب حالا نمیدونم کجا تا کجا رفت و آها اینجا خوبه که باز ببینید دوستان اومده رسیده دوباره ریخته، پس اینجا ناحیه بسیار خوبی برای ما شد. اوکی، من دوباره میگم نکته تکمیلی رو. ببینید دوستان، برای اطمینان از واقعی بودن شکست می توانیم به حجم معاملات، من الان به حجم معاملات نگاه نمی کنم، شما میتونید برید به اصطلاح فعالش کنید از اندیکاتورها اینجا. ببینید تو این نکته اینجا، خب برید از اونجا فعالش بکنید و حجم معاملات رو هم ببینید. خب یا از حجم معاملات ها به اصطلاح و یا از مدت زمانی که قیمت بالاتر یا پایینتر از اون سطح شکسته شده باقی بمونه. اگه زیاد اینجا باقی بمونه هی برخورد کنه ریز 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 ریز، این سطح خیلی معتبر نیست دوستان. خب پس ما متوجه شدیم که با اولین برخورد سقوط کرده اینجا. خب خیلی مهمه دیگه، کشیدیم تا اینجا، قیمت اومده تا اینجا رسیده دوباره ریخته، میبینید؟ پس اینجا یک ناحیه حمایتی خیلی خوبی برای ما شد. اوکی شد. این از این. نکته بعدی ما، نکته تکمیلی بعدی میتونم بگم که بحث مدیریت ریسکه. دوستان ما در هنگام معامله بر اساس الگوهای قیمتی و شکست سطوح من اصلا توصیه نمی کنم این شرایط معامله بکنیم. خب با این بحث الگوهای قیمتی و یا حتی شکست سطوح و فلان، اما اگه این کارو کردید حتما مدیریت ریسک داشته باشید دوستان. حالا مدیریت ریسک چی و فلان من همش رو توضیح میدم، اما این نکته تکمیلی رو برای دوستانی میگم که خودشون میدونن مدیریت ریسک یعنی چی. یعنی اینکه تعیین حد ضرر کنن و تعیین حد سود بکنند و این خیلی اهمیت داره تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری بشه براش. و اینکه هیچی دیگه. تمام دوستان، این مفاهیم و توضیحات رو خدمت شما عرض کردم که نکته به اصطلاح جای ابهامی نمونه توی بحث مقدماتی ما. خیلی خب دوستان، همه شما رو به خدای متعال میسپارم. امیدوارم که به اصطلاح هفته جدید آخر هفته خوبی داشته باشید و هفته جدید رو بتونید با آرامش و با برنامه ریزی به رو به اهدافتون استارت بزنید و همیشه سبز و موفق باشید.